سلام، خیلی خوش اومدین به یه ویدیوی دیگه با من. توی این ویدیو میخوام بهتون یه مدل بافت ژورنالی که خودتون درخواستش رو داده بودین بهتون آموزش بدم. پس تا انتهای ویدیو همراه من باشین. از انتهای 2 تا ابرو یه خط تقسیم جدا میکنم. سعی کنین خط تقسیمتون کاملا صاف باشه و نیمکره بالایی سر رو از قسمت پایین جدا کنین. حالا از هشتی ابرو یه قسمت به شکل آی با کلا جدا میکنم. بقیه موها رو میبندم و شروع میکنم به این قسمتی که تقسیمش کردم و به بافت آفریقایی زدن. یه لایه خیلی نازک جدا میکنم، به 3 دسته تقسیمش میکنم. دسته سمت راستی زیر وسطی، بعد سمت چپی زیر وسطی. دوباره دسته سمت راستی رو میارم زیر وسطی و از کف سر بهش مو اضافه میکنم. و بعد وقتی دوباره دسته سمت چپی رو آوردم زیر وسطی، از بالا بهش مو اضافه میکنم. برای اینکه بافتتون وسط قرار بگیره باید از هر دو طرف بهش مو اضافه کنین. فقط دقت کنین لایه هایی که دارین اضافه میکنین کاملا ظریف و نازک باشن. انتهای تقسیم بندیتون رو که بافت زدین، بعد توی همون راستا ادامه موها رو هم حدوداً 7-8 سانت اضافه تر بافت بزنین و بعد با کش ببندین. الان باید یه دایره روی این قسمت تو رفتگی جدا کنم. دقت کنین که تقریباً دایره‌تون خیلی منظم و صاف و تر و تمیز باشه که شکلی که میخواین بافت بزنین قشنگ‌تر بیفته. اول یه دایره جدا کنین و بعد با انتهای شونه تمیزکاریاشو انجام بدین. یه مقدار آب اسپری کنین و بعد دوباره خط تقسیمتون رو چک کنین. بعد از اینکه چک نهایی رو کردین میتونین مواد گذاری کنین. وقتی دایره‌تون رو تقسیم بندی کردین بقیه موها رو ببندین که قاطی نشه باهاش و حالا دایره‌تون رو از وسط به 2 قسمت مساوی تقسیم کنین. از این قسمتی که تقسیم کردین 2 تا نیم دایره در بیارین، یعنی در اصل میخوایم یه دایره کوچیک‌تر وسط این دایره‌مون در بیاریم که اگر 2 تا نیم دایره در بیارین کارتون راحت تره. 2 تا نیم دایره رو جدا کنیم و بعد بقیه موها رو دوباره گیره بزنین که با هم دیگه قاطی نشن. دایره کوچکتری که تقسیم بندی کردین و خوب مواد گذاری کنین و از این قسمتی که میبینین یک لایه نازک مو جدا کنین، به 3 دسته تقسیمش کنین و بافت آفریقایی بزنین. دقت کنین که فقط به لایه هایی که از سمت داخل دارن میرن زیر وسطی از کف سر مو اضافه میکنم. برای بافت دایره‌ای باید همزمان که بافتتون داره پیچ میخوره شما هم جهت دست و بدنتون رو عوض کنین. فقط اینجوریه که میتونین یه دایره تمیز بزنین. لایه هایی که از سمت مرکز دایره‌تون دارین به بافتتون اضافه میکنین دقت کنین که با هم دیگه هم اندازه باشن و همه رو از یه قسمت جدا کنین طوری که وسط بافتتون کاملا یه نقطه خالی بمونه و هر لایه رو دقیقاً از سر جای خودش اضافه کنین. هیچ لایه‌ای رو از کف سر بالا پایین یا کج و کله اضافه نکنین.
بافت دور دایره‌تون کامل شد و رسیدیم به این قسمت دایره بزرگتر، گیره که برای تقسیم بندی زده بودین رو جدا کنین و حالا شروع کنین لایه‌های ظریف‌تر از دایره بزرگتر به بافتتون اضافه کنین و به همون شکلی که داشتین دایره کوچیک‌تر رو بافت می‌زدین دور مشتری حرکت کنین. یعنی هر سمتی که دایره‌تون بود شما هم بدن و جهت دستتون به همون سمت باشه. من برای این دایره‌ای که دارم بافت میزنم یه ردیف کامل از کف سر جدا میکنم و از قسمت خارج به داخل مو اضافه میکنم. اما شما میتونین از هر دو طرف مو اضافه کنین یا از قسمت داخل به خارج، دیگه بستگی به طرحی که مشتریتون میخواد داره. بافت دایره ایتون تموم شد، انتهای موها رو بیشتر ببافیم و کنار بگذاریم و بعد یه تقسیم بندی به این شکل که دیدین جدا کنین و یک بافت آفریقایی ساده بزنین و از هر دو طرف بهش مو اضافه کنین که بافتتون کاملا وسط بیفته. من الان بافتم رو زدم و میرم سراغ تقسیم بندی بعدی. از وسط دایره ای که بافت زدم تا انتهای خط تقسیمم پشت سر یه لاین تقریبا هلالی شکل جدا میکنم و شروع میکنم به بافت زدن تا جایی که برسم به این قسمتی که انتهای بافت دایره این بود. کشی که بسته بودم رو باز میکنم و الان برای این قسمت، برای اینکه دوتا بافتم با هم دیگه یکی بشن، 3 تا دسته بافت دایره ای رو میذارم روی این 3 تا دسته بافت کف سری که دارم میزنم و 6 تا دسته رو تبدیل میکنم به 3 تا دسته و ادامه بافتم رو میزنم. به همین آسونی میتونین 2 تا بافتتون رو تبدیل به 1 بافت بکنین و تا انتهای تقسیم بندی دوباره بافت کف سریتون رو بزنین و بعد برین سراغ قسمت‌های بعدی.
برای قسمت بعدی دوباره یه تقسیم موازی با تقسیم بندی قبلی که انجام دادم جدا میکنم و بعد بافت ساده کف سری میزنم. برای این قسمت های جلوی سر که تقسیم بندی ظریف تره از هر دو طرف مو اضافه میکنم ولی یه ردیف کامل جدا میکنم و از کف سر اضافه میکنم. وقتی به قسمت های پهن‌تر تقسیم بندیم رسیدم دیگه از سمت چپ و راست مثل بافتای عادی اضافه میکنم. اینکه خطای بافتتون کاملا بیفته خیلی بافتتون رو جذاب‌تر میکنه، پس توی مواد گذاری دقت کنین چون اگر موادتون کم باشه بافتاتون خط نمیفته. قسمت انتهایی هم به این شکل که دیدین تقسیم بندی میکنم و بعد بافت آفریقایی ساده میزنم. ممنون که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. یادتون نره که لایک کردن و کامنت گذاشتن شما به رشد پیجمون و رشد این ویدیو کمک میکنه. پس اگر این ویدیو رو دوست داشتین حتما لایکش کنین و نظرتون رو برام توی کامنت ها بنویسین. اگر هم هنوز چنل رو سابسکرایب نکردین و به بافت مو علاقه دارین حتما چنلمون رو سابسکرایب کنین که هر روز کلی آموزش جدید میذارم براتون. وقتی آخرین ردیف بافتتونم زدین همه موها رو میتونین با هم دیگه دم اسبی کنین. برای اینکه کارتون جذاب‌تر بشه حتما یه لایه مو جدا کنین و دور کشتون چند دور بپیچین و انتهاشو با سنجاق فیکس کنین و کشتون کاور بشه. امیدوارم که از این آموزش خوشتون اومده باشه. خیلی دوستتون دارم. ممنون که منو حمایت میکنین. توی آموزش‌های بعدی میبینمتون. خداحافظ.